درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. خوشحالم که یک بار دیگه با برنامه زنده خیزش مردمی و انقلاب سراسری در ایران در خدمت شما عزیزان هستم. درود بر عزم راسختان، درود بر عزم پولادینتان مردم ایران که بیش از 85 روز در برابر دژخیمان جمهوری اسلامی مقاومت و مبارزه می کنید. یاد تمام عزیزانی که در طول 85 روز گذشته جونشون را از دست دادن با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رو گرامی می داریم. یاد عزیزشان گرامی باد و راهشان تا رسیدن به اهداف والایشان ادامه خواهد داشت. عزیزان، امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر بود. 74 سال پیش در چنین روزی مجمع سازمان ملل متحد سندی رو به تصویب رساند که نه تنها مفاد اون سند در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان رعایت نمیشه و مفاد این سند علل خصوص در طول 43 سال گذشته به شیوه‌های مختلف در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران نقض شده. ما شاهد بودیم که چطور در طول 43 سال هر صدای رسایی که برای آزادی و برابری بلند شده رو خفه کردن و در طول 85 روز گذشته بیش از 500 نفر از عزیزان رزمنده و مبارزی که در خیابون‌های ایران برای آزادی و برابری و در محکومیت قتل مهسا ژینا امینی به خیابون‌ها اومده بودن، چطور بیشترشون با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جونشون را از دست دادن. بیش از 15,000 نفر در سیاه‌چاله‌های این رژیم دیکتاتور هستن، اسیر هستن و زیر انواع شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دارن. بله، امروز ایران در چنین روزی قرار داره، در روزی که تمام حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نقض میشه. برای ارزیابی از این وضعیت همراه هستیم با رفیق شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق از لندن. رفیق گرامی، شیوای عزیز، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین و خیلی ازتون ممنونیم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون. خیلی ممنون که این وقت رو به من دادین. خیلی خوش اومدید.
خب با توجه به اینکه شما سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی هستین، با توجه به اینکه خب در این تقریبا میشه گفت 3 ماه که هنوز 3 ماه نشده، میشه گفت 85 روزه ما بیش از 15,000 اسیر رو داریم در سیاهچاله های رژیم و دارن شکنجه میشن و دیروز حکم اعدام اولین معترض این 3 ماه اخیر میشه گفت این انقلاب که محسن شکاری بود به اجرا در اومد و خب این اعدام واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو به دنبال داشت، چه در داخل ایران و چه خارج از ایران. شما این وضعیت رو چطور ارزیابی می‌کنید رفیق شیوا؟ بله، منم اجازه میخوام که واقعا اعلام همدردی کنم با تک تک خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، نه تنها از طریق اعدام بلکه زیر شکنجه جانشون رو از دست دادن و الان در زندان ها هستن این فرزندانشون. خب من یه نکته رو خدمتتون بگم. ببینین، با تخمینی که ما در کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی داریم 10,000 نفر در زندان ها هستن. میدونم آماری هست 14 یا 15,000 نفر، ولی آمار شاید بگم 10,000 نفر. از 16 سپتامبر حدود حداقل 60,000 نفر رو دستگیر کردن، تعدادیش آزاد شدن. تعدادی از اینها هیچ گونه خبری از این دستگیری نیست، رو بودنه مردمه. زمانی که فردی رو میبرن بدون اینکه خانواده‌اش خبر داشته باشه، خیلی وقتا زندانیان زنگ زدن و گفتن ما زنده ایم ولی نمیدونیم در کدوم زندان هستن. بسیاری از اینها در زندانهای شناخته شده نگهداری نمیشن. وقتی که پریروز پنجشنبه محسن شکاری رو اعدام کردن، طبعا برای همه ما یک وحشت بزرگ بود. یک جوان 23 ساله به جرم اینکه اعتراضش رو بیان کرده اعدام شد و تعداد زیادی حدود 11 نفر حکم اعدام قطعی گرفتن. شاید حداقل 40 یا 45 نفر در معرض این هستن که حکم اعدام یا حکم محاربه و مفسد فی‌الارض بهشون داده بشه. و دیدیم که چجوری زمانی که محسن شکاری اعدام شد اعتراضات در سطح وسیعی بود، هم در داخل ایران. شعاری که مردم در بلوچستان زنان دادن گفتن اگر اعدام کنین قیام میشه و شعار دادن علیه این اعدام ها. در خارج از ایران ما شاهد این بودیم که دولت های مختلف این رو محکوم کردن، هرچند حالا در موردشون صحبت میکنیم آیا محکومیت کافیه. و امروز هم تظاهرات سراسری در کشورهای مختلف برگزار بود. من میخوام اینو بگم، دقیقاً صحبتی که اول برنامه کردیم، قریب به 3 ماه مردم ایران، زنان و مردان شجاع تحت شکنجه بودن، کشتار بودن، هر روز به خونه هاشون تیراندازی میشه، بچه هاشون رو میکشن ولی هنوز دارن ادامه میدن. من فکر میکنم دنیا در مقابل این شجاعت باید سر واقعا تحسین فرود بیاره. بله، سپاسگزارم. خب همونطور که شما اشاره کوتاهی داشتین، امروز در کشورهای مختلف از جمله انگلیس، لندن که شما حضور دارین، اتریش، آلمان، سوئد، در بیشتر شهرهای جهان از مردم ایران حمایت شد. آیا در روز جهانی حقوق بشر شما فکر میکنید که این حمایت ها کافیه؟ درسته که قطعا مثمر ثمر هستش و قطعا جای امید داره برای مردم ایران، ولی به نظر شما در مقابل این همه جنایت عریانی که رژیم داره انجام میده، هرچند که اسنادش بسیار بسیار کمتر هستش از اون چه که ما واقعا شاهد هستیم در ایران در سازمان ملل، اما به نظر شما کافی هستش؟ به هیچ عنوان. اولا به نظر من این شاید بگم توهین به بشریته که در سال 2022 ما هنوز داریم در مورد حقوق اولیه انسان ها صحبت میکنیم. روز حقوق بشر رو سازمان ملل اعلام کرده، در حالی که به نظر من در کمال بیشرمی میبینه که مردم ایران، نه تنها ایران، اکثر کشورها، الان در مورد ایران صحبت میکنیم، از ابتدایی ترین حق، یعنی من زن برای اینکه حق پوششم رو انتخاب کنم، من کارگر برای اینکه حق اعتصاب داشته باشم، من کودک برای اینکه بتونم اون چیزی رو که دوست دارم بخونم، بتونم کودکی و شادی رو داشته باشم، نه در فقر و در زباله ها دنبال تکنانی بگردم. در دنیای زندگی میکنیم که همون سازمان مللی که این روز رو اعلام کرده با بیشرمی تمام داره نگاه میکنه تو ایران چه اتفاقی میفته. این رو در نظر بگیرین. این
قتل عام مردم فقط اون نیست. ما در مورد فقط بعد از قتل مهسا ژینا حرف نمیزنیم. از 43 سال 4 سال پیش همین سازمان ملل داره نگاه میکنه، همین دولت هایی که سازمان ملل رو تشکیل میدن دارن نگاه میکنن که حق ابتدایی من انسان در قوانین جمهوری اسلامی نه تنها پایمال شده، هر روز بهش تجاوز میشه. در نتیجه وقتی که شما این رو میگین، شاید بگم یک جوک بسیار غم انگیزه که در مورد حقوق بشر صحبت میکنن و این شرایط رو میبینن ولی هیچ کاری نمیکنن. اشاره کردیم به تظاهرات ها. امروز هم در تظاهراتی بود در لندن. من قبل از اینکه در برنامه شما باشم اونجا جزو سخنرانان بودن در مقابل دفتر نخست وزیری انگلستان. صحبت‌های زیادی شد در رابطه با اینکه ما به این راضی نیستیم که خود منم در صحبتام گفتم که دولت انگلیس فقط محکوم میکنه. حتی گفتم شما اگر هیتلر زنده بود، اگر نازی‌ها سر کار بودن، شما تحمل میکردین که سفارتشون در قلب لندن باز باشه؟ اگر اون کارو نمیکنین پس خامنه‌ای چه فرقی داره؟ و همه همین رو میگفتن، شعار این که سفارت جمهوری اسلامی رو ببندین، کم با این ملاها مماشات بکنین. و خواسته ما در دو چیز: محکوم کردن کافی نیست، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو اخراج کنین و سفارتخونه‌ها رو تعطیل کنیم. عکسایی از محسن شکاری، عکسایی از عزیزان دیگه‌ای که متاسفانه به اعدام محکوم شدن اونجا بود و تأکید بر این بود دولت انگلیس باید کار بیشتری انجام بده. بله، سپاسگزارم. رفیق شیوا، ما در طول میشه گفت تقریبا 3 ماه گذشته بارها شاهد این بودیم که خانواده هایی که عزیزانشون همونطور که شما گفتین بدون اطلاع به خونه بر نمیگردن و هیچ اطلاعی ازشون ندارن، رسانه ایشون نمی کنن عکسشون و اسامیشون و تصاویرشون و وقتی هم که به مثلا درب زندان ها میرن و ازشون پرسجو میکنن که آیا فلان اسم در این زندان هستش، اونا بهشون میگن که رسانه ایش نکنین چون براش خطر داره. اما ما میبینیم که چه رسانه ای بشه چه رسانه ای نشه، این عزیزان جونشون در خطره و بیشترشون در خفا و زیر شکنجه جونشون رو از دست دادن و الان هم زیر شکنجه وحشیانه هستن. خیلی ها رو در این مدت دیدیم که در عرض چند ساعت جسدشون رو تحویل خانوادهشون دادن و گفتن که مثلا برای نمونه همون جوان دیروز فکر کنم مهاباد بود که عرض چند ساعت گفته بودن که خودکشی کرده بود با اینکه تمام بدنش جای کبودی و کوفتگی بود. چرا ما چه کار باید بکنیم که این خانواده ها به محض اینکه از عزیزانشون خبری نداشتن ناپدید شدن اونا رو رسانه‌ای کنن؟ چون در هر صورت جمهوری اسلامی کار خودش رو داره انجام میده. ما چطور باید این خانواده ها رو قانع کنیم که عزیزانشون رو اسامیشون رو رسانه‌ای کنن؟ ببینین همین کاری که شما میکنین یک تلاش خیلی ارزنده‌ایه که داریم با خانواده هایی که همین الان صدای من و شما رو میشنون صحبت میکنین و میگین چرا باید رسانه‌ای بشی. خود ما به عنوان کمیته زندانیان سیاسی مرتبا داریم به خانواده ها و دوستان این زندانیان سیاسی مراجعه میکنیم و این رو داریم میگیم که زمانی که شما فرزندتون رو رسانه‌ای نکنین، احتمال اینکه اعدامش کنن خیلی بیشتره. محسن شکاری رو خیلی انسان واقعا گرانقدری که در میان خانواده‌اش، دوستان، آشنایانش، ولی آیا ما خبر داشتیم در کدوم زندانه؟ آیا خبر رسانه‌ای شد؟ و دلیلش هم اینه که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم از خانواده ها، اینها مرتبا بهشون وعده و وعید داده میشه که اگر صحبت نکنین همین یه هفته دیگه آزاد میشن. مرتبا به اینا وعده میدن. خب من میدونم، من خودم زندانی سیاسی بودم، خانواده‌ام میدونم چی کشیدن. شما وقتی خانواده زندانی سیاسی هستین حاضرین هر کاری بکنین که فرزندتون نجات پیدا کنه، کاملا قابل درکه. ولی من صحبتم با این خانواده ها اینه: آیا تا حالا با مسکوت گذاشتن اسم این عزیزانتون تونستین جانشون رو نجات بدین؟ محسن شکاری یه نمونه بسیار واضحش هستش. برای اینه که وقتی که خانواده ها اسم و وضعیت عزیزانشون رو علنی کنن، ما این امکان رو داریم از طریق سازمان‌های جهانی، دولت‌ها، مردم آزادی‌خواه فشار بیاریم. یک راه دیگهش ما این رو گفتیم که میتونن این اطلاعات رو در اختیار ما بذارن، همونطور که تعداد این کار رو کردن و ما اسمی از این خانواده ها نخواهیم برد.
ما به نیابت از اونا با کمال افتخار، همونطور که این سالها وکالتشون رو به عهده گرفتیم، این کار رو به پیش میبریم. این که میگین چیکار میشو کرد، باید این گفتمان رو ادامه داد. باید این خانواده ها رو، من عزیزانی که با این خانواده ها آشنا هستم، راضیشون کنین، صحبت بکنین. ما قول میدیم محرمانه این رو در اختیار ما بذاریم و عنوان نمی کنیم. تعدادی از این خانواده ها و عزیزانی که زخمی شدن، شکنجه شدن، عکساشون رو فرستادن و در مورد وضعیتشون صحبت کردن. این بخش رو ما فقط برای اون کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه میفرستیم. بخش دیگه ای رو که خودشون راضی هستن علنی کنیم، این رو در گزارشاتی که گزارش شماره تقریبا 20 روز پیش در آوردیم ارائه میدیم. این باید بشه. ببینین این اولین بار نیست، 43 ساله هر بار اسم زندانی مطرح شده. این رو از خود زندانیا که شنیدیم که گفتن که حتی تو زندان بودیم نوع برخوردشون تغییر کرده. نباید مسکوت بمونه، چون که اینها رو از بین میبرن اگه مسکوت بمونه. ما باید اسمشون رو علنی کنیم و ما با اولین بار در طول 43 سال گذشته با این مواجهیم که دنیا داره حمایت میکنه و این خیلی مهمه به نظر من. سپاسگزارم. اشاره کوتاه داشتیم به اون تیم حقیقتیاب که نتایجش میگن که 2024 نتایجش اعلام میشه. به نظر شما این چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در روند دادرسی، یا چقدر میتونه به مردم ایران کمک کنه، یا صدایی اضافه بر صدای مردم ایران باشه؟ آیا اصلا تأثیری داره؟ چون خیلی ها این سوالو میپرسن. الان که شما در جریان هستین ازتون ممنون میشم اگه جواب بدید. ببینید بسیار تأثیر داره. شما مقایسه کنین اعتراضات 96 88 98 و تمام این کشتار کردستان، ترکمنستان، تمام اینا را شما حساب کنین. این اولین باره در طول 44 سال گذشته سازمان ملل مجبور شد، من میگم مجبور شد چون اینقدر مردم اعتراض کردن، که بگه یک کمیسیون رو بهش مأموریت میده که از روزی که مهسا امینی دستگیر شده و تمام این مدت رو در بر بگیره، تمام اسناد جنایت، کشتار، شکنجه، دستگیری رو اینها رو جمع آوری کنه و در طول این مدت بعد اینها رو، کار کمیته حقیقتیاب این هستش، تمام اینا رو دسته‌بندی میکنن و کسانی رو که مرتکب این جنایت شدن. این خیلی مهمه. من میدونم به خود منم مراجعه کردن، گفتن خب این یعنی زندانیان سیاسی آزاد میشه؟ خب آخه یه سال خیلی طولانیه. این رو به عنوان یک پیشرفت جنبش دادخواهی ببینیم. ما مجبور کردیم مردم ایران، ببینیم ما خیلی گزارشات فرستادیم، خیلی تلاش کردیم، ولی قبل از همه چیز به خاطر مردم ایران و شجاعتشونه که کاری کردن کمیسیون حقوق بشر، که یک کمیسیون حقیقتیاب تشکیل بشه. من برای همین مهمه، اینجا به سوال دوم اولتون برمیگرده، برای این مهمه که خانواده ها تمام این اطلاعات رو برای ما بفرستن. همینطور که از زمان این اعلام تشکیل این کمیسیون هنوز تشکیل نشده، این رو برامون فرستادن که ما بتونیم اینا رو مستند کنیم و اینها رو در اختیارشون بذارن. ببینین انقلاب میشه، جمهوری اسلامی سرنگون میشه، ولی ما باید بتونیم این اسناد رو داشته باشیم که عاملین و آمرین رو به محاکمه بکشیم و به نظر من یه موفقیت بسیار بزرگی هستش که این تصمیم رو گرفتن و ما تلاشمون اینه نه تنها برای قتل مهسا بعد از اون، بلکه سالهای قبل و دهه‌های قبل رو هم در بر بگیره در آینده. بله سپاسگزارم. رفیق شیوا، با توجه به اینکه شما زندانی سیاسی سابق بودین، خودتونم اشاره کوتاهی داشتین، ما یه مدت قبل خامنه‌ای یه حرفی زد، اینکه خدای سال 1400 همون خدای سال دهه 60. به نظر شما آیا این خدای سال 1400 همون خداست و آیا جمهوری اسلامی میتونه در خفا قتل هایی که، جنایت هایی که در دهه 60 انجام داد رو تکرار کنه؟ من فکر میکنم خدای 1400شون توی سوراخ‌موش قایم شده و دزدکی داره نگاه میکنه ببینه چی میشه. به هیچ عنوان اینجوری نیست. ببینین دهه 60 یه شرایط متفاوتی بود، هیچ گونه خبررسانی نبود. خود من در زندان اوین بودم، گزارشگر ویژه سازمان ملل اونجا بود، ما خبر نداشتیم.
اینجوری نبود، هیچ اینترنتی نبود، هیچ خبررسانی نبود. اعتراضات در جامعه به اون شکل، اعتراضات بیشتر به صورت تشکل در احزاب و غیره بود، به اون شکل وجود نداشت تظاهرات. و جمهوری اسلامی تازه میخواست پای خودش رو محکم کنه. وقتی که بیش از 5000 نفر رو در عرض 3 هفته کش، هیچ دوربینی نبود اینا رو ثبت کنه، هیچ چیزی نبود، به هیچ عنوان اینجوری نیست. ببینین یه مثال براتون میارم. سال 98 1500 نفر رو کشتن، به آمار ما بیش از 8000 نفر رو دستگیر کردن. وقتی که این کار رو کردن، این در واقع پتکی شد رو سرشون. اونا فکر میکردن سال 98 میتونن به اون وسیله مردم رو ساکت کنن. چی شد؟ تمام دنیا محکومش کرد. دادگاه آبان تشکیل شد. از فرماندهان مهم سپاه پاسداران اومدن شهادت دادن تو اون دادگاه. و وقتی که الان نگاه میکنیم، شما به من بگین مردمی که قریب به 3 ماه تو خیابونن، شکنجه میشن، دختر جوانی که از سر و روش خون اومده بود عکسشو زده بود رو شبکه اجتماعی، گفته بود بازم میرم تظاهرات، شما میتونین اینها رو ساکت کنین؟ به هیچ عنوان اینجوری. خودشونم میدونن اینجوری نیست. در اون فایل محرمانه‌ای که فکر کنم خبرگزاری فارس هک شده بود و این انتشار یافت، خود خامنه‌ای گفته بود که اون 70 نفری رو که قرار حکم محاربه بهشون بدن، اینها رو نباید بدیم. این از وحشتشونه. 130 خورده صفحه این فایل بود که در اون بخش به بخش گفته بود مردم رو چجوری سرنگون کنیم. به هیچ عنوانی نه این مردمونن، نه این نسلونن، به هیچ عنوان نه زمان اون هستش. این دهه 80 هستن و خیلی های دیگه. خیلی ها میگن اسم ما رو ببریم، فقط دهه 80 نیستیم. دانش آموزایی که ببین روسریشون رو میکنن، میان روبروی نیروی انتظامی و میگن آزادی و زن زندگی آزادی. این نسل خاموش شدنی نیست. اگه خاموش میشد 1 ماه پیش میتونستن خاموش کنن. تا حالا ما اعتراضاتی به این شکل رو نداشتیم و از طرف دیگه همین اعتراضات باعث شده که مجله تایم قهرمانان سال 2022 رو زنان ایران بذاره. مجله وو که مجله مد هست، شاید ربطی به سیاست نداره، همین 1 هفته پیش من و 4 نفر دیگه از فعالین زنان رو دعوت کرده بودن که از مبارزات زنان ایران قدردانی کنه و اسم مقاله‌شون هم و مصاحبه‌ای که با ما کرده بودن گذاشته بودن این یک انقلابه. اگر این عظمت انقلاب ایران و مردم نیست، آیا این خاموش شدنیه؟ به طور واقعی نیست. بله همینطوره. خب رفیق شیوا، شما به عنوان سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، درسته که در طول تمام این سالها تلاش کردین، مبارزه کردین و میشه گفت زندگیتون رو به نوعی وقف این مبارزه کردین، اما در طول 85 روز گذشته، در طول تقریبا 3 ماه گذشته، شما برای مردم ایران چی کار کردین؟ چطور صدای اونا بودید و به نظر شما آیا کافی هستش و یا اینکه برنامه‌ای برای آینده دارین؟ مخصوصا میخوام از تظاهراتی بگید که اشاره کوتاهی داشتین امروز در لندن انجام شد. برای از مبارزاتتون و فعالیتاتون برای ما و بینندگان بگید، ممنون میشم. خب ببینین، من به عنوان شخص خودم و من فکر میکنم شما و هر کس دیگه که فعاله همینجوری فکر میکنم اگه 24 ساعت 7 روز در هفته رو بذارم هنوز کافی نیست. در مقابل این حد جنایت احساس میکنم باید بیشتر کار بکنم. من فکر میکنم این وضعیت همه ما در طول این قریب در واقع 3 ماه هستش. همین الان شما برنامه زنده گذاشتیم برای اینکه میخواین این اهمیت ویژه رو قائل بشین و خبررسانی کنین. ما 1 هفته بعد از اینکه مهسا ژینا امینی رو به قتل رساندن، ما اعلام کردیم یک کارزار رو به اسم جان بازداشت شدگان در خطره، چون بالاخره کار ما روی زندانیان سیاسی. این رو اعلام کردیم و گفتیم که اسامی و وضعیت این بازداشت شدگان رو در اختیارمون بذاریم، چون تعداد زیادی در حال دستگیر شدن بودن. من در تمام این مدت فعالیتم هرگز این تعداد دستگیر شدن رو ندیدم که هر کسی رو به هر نحوی تونستن دستگیر بکنن و این رو اعلام کردیم و شروع کردیم به سندسازی، شروع کردیم به مستندسازی با جاهای مختلف، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل ملاقات کردم، باشون صحبت کردیم که چه کارهایی، کیس های خیلی زیادی رو که خانواده ها برامون فرستاده بودن ارسال کردیم. تعداد دستگیری ها خیلی زیاده. ما تا حالا تونستیم یه چیزی حدود 3000 نفر رو ثبت بکنیم که مطمئنیم دستگیر شدن، با اسم و نشان و کجا هستن.
از این مقدار حدوداً 83% مرده و 16% زنان هستند. نگاه کردیم به شهرهایی که دستگیر شدن، بیشترینش در تهران، بعدش در سنندج، در مهاباد، پیرانشهر و تبریز تعداد زیادی دستگیر شدن. طبق آمار قبلیمون حدود 40% از این دستگیر شدگان زیر 20 سال بودن و برای همین ما شروع کردیم اینها رو سندسازی کنیم. ولی در این حال گزارشی رو که در آوردیم از شکنجه ها و وضعیت زندانی که به دستمون رسیده بود، این رو برای تمام دولت ها ارسال کردیم، چون ما به طور منظم فشارمون رو دولت های مختلف اروپایی است و همینطور سازمان ملل که تنها دولتی که جواب داده بود در طول این مدت یکی دولت انگلستان بود، یکی دولت نروژ بود که گفته بودن اینا تلاش خودشون رو میکنن و تا حالا پشتیبانی کردن. همین چند روز پیش همکارم پریسا پوینده مسئول کمیته زندانیان با وزارت خارجه هلند ملاقات کرد که بتونه از اون طریق فشار ویژه‌ای بیاره. ما در سطح وسیعی مخصوصا رو به جامعه به اصطلاح غیر فارسی زبان، انگلیسی زبان و یا سوئد و غیره تلاش کردیم بتونیم این رو منعکس بکنیم و اینکه چقدر زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در خطر هستند. من ملاقاتی که با یکی از اعضای پارلمان اروپا داشتم جالب بود. وقتی که توضیح میدادم میگفت ما تا این حد خبر نداشتیم و این نگران کننده است. این نگران کننده است که توجه همه به درستی روی اعتراضات هستش ولی نمیدونن چه تعدادی دستگیر شده، چه شکنجه های هولناکی که این اخبار به دست ما میرسه. یک کار دیگه هم که انجام دادیم گزارشی در رابطه با دانش آموزانی که دستگیر شدن، چون همونطور که میدونین در طول همین قریب به 3 ماه تعداد زیادی دانش آموزان دستگیر شدن و از طریق فشار به یونیسف و جاهای مختلف. از اون جنبه ما بیشتر از این جنبه کار کردیم و هنوز ادامه داره که بتونیم این وضعیت رو منعکس بکنیم. هدف ما این هستش فشار بیاریم جمهوری اسلامی این زندانیان رو آزاد بکنه و نه بهشون درمان میده، تحت شکنجه هستن و سفارت‌های جمهوری اسلامی رو ببندیم. ببینید خواسته کمیته زندانیان سیاسی همون خواسته مردمه، سفارت‌ها رو ببندین، دیپلمات‌ها رو اخراج کنیم و ما مرتباً در واقع هر روز داریم تلاش میکنیم بتونیم این رو به پیش ببریم که تعداد زیادی رو همسو کنیم و به همین دلیل مجله ووگ دعوت کرده بود، چون این صدای زندانیان، این صدای شجاع مردم رو تونسته بودیم به گوش تعداد زیادی برسونیم. سپاسگزارم. رفیق شیوا، ما در طول تقریبا میشه گفت این 3 ماه که هر روز برنامه زنده داشتیم و عزیزانی مهمانان گرانقدری در برنامه ما شرکت کردن، مدام این صحبت ها رو با مهمانمون داشتیم که چقدر مهمه که و چقدر اهمیت داره که مردم معترض در خیابون ها زندانی سیاسی آزاد باید گردد، این شعار رو به صدر شعاراشون بیارن. و قطعا ما میدونیم که اون چه که ما میبینیم در سطح خیابونا، اون خشونت عریانی که چطور با معترضین برخورد میکنن که میشه گفت اصلا باور نکردنی نیست که بتونن اینقدر وحشیانه به مردمی که فقط حق خودشون رو میخوان، ابتدایی ترین حقشون رو دارن فریاد میزنن، اینطور وحشیانه با شیوه خیلی ارتجاعی و بربریت، نمیدونم چه واژه‌ای رو به کار ببرم برای این همه خشونتی که در سطح خیابونا نسبت به معترضین اعمال میشه، قطعا در سیاه‌چاله ها و به دور از چشم مردم این خشونت چندین و چند برابر هستش. به همین خاطر ما فکر میکنیم که باید این شعار به صدر شعارا بیاد. اما بجز این که خب این شعار خیلی مهم هستش، مردم معترض باید چی کار کنن؟ ما میدونیم که یه مدتی مخصوصا در تهران و مقابل زندان اوین خانواده ها تجمع کرده بودن برای خبر گرفتن از عزیزانشون و یا اینکه آزادیشون و یا هرچی. چقدر اهمیت داره که مردم معترض تجمعاتشون رو به جلوی زندان ها ببرن و همین شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد چقدر اهمیت داره؟
بله خب طبعا اجازه بدید من یه نکته به اون سوال قبلیتون اضافه کنم که ما تقریبا 4 روزم تحصنی داشتیم در مقابل پارلمان آتاوا و از تظاهراتی که فراخوان داده بودیم و تجمعات در کشورهای مختلف، چون بخشی از تلاشی که اون جامعه رو به خود جلب بکنه. ببینید خیلی مهمه، صحبت ما همیشه این بوده، تجمع در مقابل زندانها و شعار زندانی سیاسی باید آزاد گردد. چرا این مهمه؟ برای اینکه ببینیم در خیابان، کف خیابان، جمهوری اسلامی عملا قدرتی نداره. شما این اسلحه رو ازشون بگیرین، قدرتی ندارن. جاهایی هم که حتی اسلحه دارن فرار میکنن، چون نمیتونین این همه میلیون آدم رو بکشین و دستگیر بکنین. ولی جایی که فکر میکنه قدرت داره زندانها هستن، جاهایی که این جوونا رو به در واقع مثل گروگان گرفتن. درست میگیم، نمیدونیم کجا هستن. واقعا اخباری که من نمیخوام تمام اینها رو اینجا بگم، چون به نظر من یه جوری به نفع جمهوری اسلامی میشه. جزئیات شکنجه هایی که به دست ما میرسه واقعا دردآوره، واقعا هولناکه. شکنجه هایی که این جوونایی که جوونن، خیلی خیلی جوونن، هیچ تجربه سیاسی نداشتن، هیچ تجربه به اون شکل نداشتن و حالا یهویی با این مورز میشن. یه نمونهش که علنی شد، همونطور که میدونین، در واقع آرمیتا عباسی که بارها بهش تجاوز شده بود و خبرش همه جا بود، و همینطور تجاوز در زندانها که CNN هم یک برنامه تحقیقی روش داشت. شما هر اعتراضی بکنین، حتی اگه اعتراض نکنین، خیلی از اینایی که دستگیر شدن لزوما تو خیابون نبودن، کسانی که اصلا شما فکرتون بهش نمیرسه، ولی اینها میخوان یه دستگیری فله‌ای بکنن به اصطلاح. چرا؟ با این میخوان مردم رو فکر میکنن عقب برونن که نروندن. اینها رو گرفتن، دستگیر کردن، خبری ندارن، نمیدونن کدوم زندان ها هستن. فکر میکنم هنگاو بود که گزارش داده بود فقط در کردستان 7 نفر زیر شکنجه جانش رو از دست داده، در شهرهای دیگه هم تعدادی. به خاطر همین شما اگر تو ایران زندگی میکنین، 1 دقیقه بعدش احتمال داره دستگیر بشین، حتی اگر از پنجره شعار میدین، حتی اگه فقط نگاه میکنین. مگه فرشته احمدی که در مهاباد گله خورد فقط داشت نگاه میکرد؟ برای همینه شعار زندانی سیاسی آزاد باید بگردد یک شعار متحد کننده است، یک شعاریه که مربوط به تمام افراد جامعه است، از کارگران گرفته پرستاران، معلمان، زنان و همه اینها، حتی کودکان که تعداد زیاد کودک تو زندانن. و یکی اینه که به نظر من همیشه ما گفتیم، در همین فکر کنم پریروز بود در اتفاقا زاهدان این شعار رو داده بودن، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این باید شعار تمام تظاهرات داده. اگر تحسنی، اعتصابی هستش، باید این شعار باشه. و دوما تجمع در مقابل زندانها، همونطور که گفتین اگر نمیدونین کدوم زندانه، در مقابل سازمان زندانها تجمع کردن. چون اگر رژیم بدونه با تعداد زیادی که میگیره تجمع در مقابل زندانها بیشتر میشه، این خطر رو میبینه و باور کنید به اون تعداد دستگیر نخواهد کرد، چون فایده نداره. ببین جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، فکر میکنه، مردم عقب نشینی میکنه، هیچ راه دیگه ای نداره. وقتی تجمع در زندانها نزدیک بشه و مرتب باشه، قطعا این تاثیر داره. و به نظر من این 2 چیزی هستش که ما مرتبا، و خوشحالم که شما اینجا گفتین و امیدوارم تمام رسانه‌ها این رو صحبت بکنن، که ما زندان اوین رو دیدیم که تعدادی از خانواده ها اونجا بودن، زندان‌های دیگری رو دیدیم که 4 نفر 5 نفر خانواده اونجا بوده، فقط به خاطر اینکه خبر بگیره عزیزانش. خب اون آدمی که رفته تو خیابون تظاهرات کنه، برای خانواده خودش که فقط نرفته، برای یک دنیای آزاد، برای اینکه زندگی داشته باشه رفته، برای من و شما رفته. پس در نتیجه مستحقه. اون موقع اگه اون تجمعات در مقابل زندانها باشه و شعار زندانیان سیاسی، اون موقع هم اون خانواده دل و جرأت میکنه اسم بچه‌ش رو علنی کنه، چون میگه تنها نیستم. چون وقتی که پاسدار داره تهدیدش میکنه، میدونه تاثیر نداره. برای همین به نظر من تو این مقطع مهمترین این هست، اون موقع میتونیم فشار بیاریم جلوی اعداما رو بگیریم. زندان یعنی قلعه‌ای که جمهوری اسلامی داره، فقط زندانی داره. حتی به پادگان هم مردم دارن حمله میکنن، به حوزه علمیه‌شون حمله میکنن. و برای همین دور نبینین زمانی رو که مردم در این زندان رو بشکنن، ولی تجمع در مقابل زندان ها کلیدی هستش. میشه خواهش کنم در مورد آزادی زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی، در سال 57 برای بینندگانمون بگید که چطور شد، چه مدت قبل از انقلاب بود؟
خب ببینید در سال 57، البته من خیلی بچه بودم اون موقع، ولی سال 57 دقیقاً مردم بودن که درهای زندان رو، ویدیوش هست اتفاقا، مردم بودن که رفتن درهای زندان رو باز کردن و زندانیان رو آزاد کردن. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نبودن آزادشون کنن. این رو یادتون نره، مردم درهای زندان اوین رو مشخصا وقتی نگاه میکنین باز کردن و زندانیان رو، این قهرمانانی رو که در زندان نگه داشته باشن، با افتخار آوردن بیرون و این خیلی مهمه. به نظر من مردم در ایران باید این رو در نظر داشته باشن، باید به این فکر کنیم که چجوری میتونیم به زندان ها حمله کنیم. این خیلی مهمه، چون اگه جمهوری اسلامی زندان ها رو نداشته باشه قرار اینا رو کجا ببره، قرار چیکار بکنه؟ و دقیقاً درست میگیم، زمان شاه، زمان در واقع انقلاب 57 تا آخرین لحظه حاضر نبودن، چون اون جاییه که فکر میکنن قدرت داره. هرچند من معتقد نیستم. همین در رابطه با محسن شکاری تعدادی از زندانیان سیاسی بیانیه دادن و گفتن اعدام زندانیان یعنی استیصال رژیم و دقیقا درست میگین، اون موقع در زندانها رو مردم باز کردن و الان هم باید به اون طریق باشه. آزادشون نخواهند کرد مگه ما آزادشون کنیم. بله، سپاسگزارم. رفیق شیوا، شما برای روزهای آینده، میدونم که سرتون خیلی شلوغه و میدونم که واقعا وقت میشه گفت لطف کردین که وقتتون رو برای برنامه ما گذاشتین، اما خب برای روزهای آینده چه برنامه‌ای دارید؟ ببینید، ما یک کاری که به شدت روش متمرکز هستیم مستندسازی تمام اون اطلاعاتی که خانواده ها فرستادن. ما تیم کوچیکی هستیم، هم داوطلبانه داریم کار میکنیم و یک مستندسازی در رابطه اونجا. دوما اینکه در رابطه با خود گزارشگر ویژه در امور شکنجه که در UN هستش، تعدادی براشون ارسال کردیم، کیس های مختلف و ملاقات گرفتن با ایشون. از طرف دیگه فشار روی یونیسف و سازمان های کودکان مشخصا در رابطه با اون گزارش دانش آموزان مدرسه های دانش آموزان مدرسه‌ای و طبعا تظاهرات ها، تجمعات، مصاحبه ها، سخنرانی ها، همه اینها هستش. یکی از جاهایی که دعوت کرده ازمون دانشگاه کمبریج که از سخنرانای خیلی مهمی دعوت میکنه و دعوت کرده که در رابطه با زندانیان صحبت کنیم. غیر از تمام اینا متمرکزا رو این داریم کار میکنیم که فشار بیاریم در رابطه با بازداشت شدگان. یک کار دیگه ای که انجام دادیم، در انگلستان یک نامه تهیه کردیم و 87 نفر روانکاو و روانپزشک این رو امضا کردن و از دولت انگلستان خواستن که فشار بیارن که دانش آموزان زندانی رو آزاد بکنن و این در رابطه با اون صحبت وزیر آموزش پرورش رژیم بود که گفت این کودکان رو به مراکز روانپزشکی میفرستیم که از نظر ما یک شکنجه روحی روانیه. اینها رو همه رو داریم همزمان با هم دیگه دنبال میکنیم و من یه چیزی که میخواستم ببینم، ما درسته کمیته زندانیان سیاسی هستیم، ولی به نظر من تلاش برای آزادی زندانیان، اینکه حتی یک نفر رو از اون شکنجه ها نجات بدیم، این وظیفه تک تکمونه. یه تلاش دیگه ای که داریم میکنیم، چون تعداد زیادی همونطور که میدونین شکنجه شدن، متاسفانه 2 نفرشون خودکشی کردن، جوانایی که از زندان اومدن بیرون، میتونیم حدس بزنیم چه اتفاقاتی براشون پیش اومده. تعدادی از خانواده ها گفتن که دانش آموزان، بچه‌هایی که آزاد میشن خیلی افسردن، خیلی گوشه‌گیرن، حرف نمیزنن. تلاشی که داریم میکنیم بتونیم آیا امکانهای روانکاوی و غیره فراهم کنیم، اون هنوز قطعی نشده، ولی از هر جنبه تلاش میکنیم. یکی با جامعه دربردگان شکنجه، بازداشت شدگان و خانواده های زندانیان سیاسی که به شدت تحت فشار هستن. متاسفانه جزو هیچ آماری نمیان، ولی این خانواده ها خیلی تحت فشارن و مرتبا دارن تهدید میشن و بهشون فشار میارن. فکر میکنید فعالیت هایی که شما انجام میدید و ما بقیه انسان های آزادی خواه در سراسر جهان نسبت به اینکه از مردم ایران حمایت کنن، از زندانیان سیاسی، صدای کودکان در بند باشن، همه اینا چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی دولت های کشورهای مختلف؟ ببینیم، در تاثیر اول رو اعتراضات در ایران وجود داره. من اینو میخوام این اعتبار و کردیت رو به مردم ایران بدم. اگر مردم در خیابان نبودن، هیچ کدوم از این فشارها امکان پذیر نبود. بعد یه مرحله بعدش تشکلی مثل ما و تشکل‌های دیگه هستن. اگر این تشکل‌ها فشار نمی آوردن،
طبعا اعتراض مردم رو منعکس نمی‌کردن، هیچ گزارشگر ویژه سازمان مللی در امور ایران وجود نداشت و یا هیچ گزارشی تهیه نمی‌کرد. اگر کمیته حقیقتیاب تشکیل شده، فکر نکنین که سازمان ملل یهویی دلش سوخته. مهسا اولین زنی نبود که کشته بشه، به خاطر فشار وسیعی که روشون هستش. و همینطور دولت‌ها وقتی که کمیسیون حقیقتیاب تصویب شد، تعدادی از اون دولت‌هایی که معمولاً رأی مخالف میدن چون با جمهوری اسلامی همسو هستن، رأی ممتنع دادن چون میدونن جمهوری اسلامی آخرشه. به نظر من تاثیر زیادی داره. من یه چیزم خدمتتون بگم، فقط دولت‌ها نیستن، دولت‌ها یک ابزاری هستن که میتونیم فشار بیاریم. ما بخش زیادش و به نظر من تشکل‌های دیگه هم بخش زیادش به مردم اون جامعه مراجعه میکنیم که مثلا دانشجویان برای آزادی دانشجویان فشار بیارن. تو همین تظاهراتی که امروز هم من بودم تعداد زیادی غیر ایرانی اونجا بود و برای همین خود اون جامعه، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های دانشجویی و دانش آموزی، همین روانکاوی که اشاره کردم، اینها در واقع جامعه یک همبستگی بین‌المللی برای مردم ایرانه، یعنی از طرف‌های مختلف اعضای پارلمان کشورها، بعضیاشون کسانی هستن که آزادی خواهن. تو سوئد میدونم چند نفر از اعضای پارلمان اعلام تظاهرات کردن. همین امروز هم در واقع به فراخوان یکی از اعضای پارلمان در استکهلم سوئد برگزار شد. خیلی تاثیر داره. اگر ما این کار رو نکنیم، اگر چشمان مردم دنیا رو مرتباً باز نکنیم و بگیم ببینید در ایران چه اتفاقی بیفته، ممکنه اخبار ایران هم مثل یک خبر بیاد و بره. همین الان رسانه‌های کشورهای مختلف هر روز نشون نمیدن وضعیت ایرانو. چرا؟ به خاطر اینکه اگه نشون بدن، اولین سوال اینه که چرا دولت اون کشور کاری در اون رابطه نمیکنه. برای همینه ما باید مردم آزادیخواه کشورهای مختلف جهان رو با خودمون همراه داشته باشیم و اگر اونو داشته باشیم، اینا کسانی هستن که به همون عضو پارلمان میتونن فشار بیارن. در نتیجه بخش زیاد کار ما جلب توجه کسانی هستش که وضعیت ایران رو دیدن، که وضعیت ایران رو شناختن و شنیدن و دارن حمایت میکنن. من یه چیز جالبی بهتون بگم. من یه بار رفته بودم یکی از پوسترهایی که عکس مهسا امینی روش بود رو بیارم. یه آدمی بود که نمیشناسم، یه مغازه بود که کپی میکنه. همین که عکس رو دید به من گفت اینو میشناسم. بچه نوه 13 سالم گفته من اینو میشناسم، در موردش خوندم. این یه مثال کوچیکه، ولی ببینین انقلاب ایران، زنها و مردای شجاع ایران و مخصوصا زنها کاری کردن که هر فردی بشناسه. کم نبوده تو خیابون یکی اکثر رو میدونم، در موردش خبر دارم و این مردمیه که ما میخوایم. حتی برای فردای انقلاب ایران این مردمیه که میخوایم که بتونه اون انقلاب مردم ایران رو حمایت کنه. بسیار متشکرم رفیق شیوا. بعد از اعدام محسن شکاری شنیدیم که رئیسی با حماقت کامل گفته که این تازه اولشه و تازه ادامه داره. به نظر شما این حماقت ناشی از چیه، با توجه به اینکه خب این حمایت‌های گسترده جهانی رو می‌بینن، با توجه به اینکه از روز اول خواستن که مردم رو با ایجاد فضای رعب و وحشت مردم رو به عقب بکشونن، ولی چرا اعدام محسن شکاری که گفتم بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت چه در داخل ایران چه خارج از ایران، اما خب شخصی مثل رئیسی اینطور جواب میده و تاییدش میکنه و میگه این تازه اولشه و ادامه داره قطعا اعدام‌ها؟ خب ببینین، رئیسی اینو میگه چون این ماهیتشه. یادمون نره زمانی که به رئیس جمهوری رسید در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها گفت که کشتار سال 67 یکی از افتخارات نظام هستش و در نتیجه همین آدم اینجا مجبور اینو بگه که این اولشه. بارها شنیدیم از دادستانا و افراد دیگه‌ای که گفتن اینها رو باید اعدام بکنیم به شدیدترین وجه ممکن. من این رو هم تو پرانتز خدمتتون بگم، تمام این گفته ها مال رئیسی، اونای دیگه، اینا اسناده که برای اون کمیته، چون این یعنی اینها دستور کشتار دادن. اینها تو دنیای به اصطلاح حقوق و قانونی اینا معنی داره. کسی که رئیسی که اینو داره میگه این حماقتش نیست، این ماهیتشه.
ولی یادمون نره این همون رئیسیه که با یه اشاره چند هزار زندانی رو در وقتی در هیئت مرگ بود چند هزار زندانی رو اعدام کرد. آیا الان میتونه این کار رو بکنه؟ نمیتونه. شما گوش کنین به سخنرانیاش چجوری داره دفاع میکنه، در موضع دفاعی قرار گرفته. خود بازجوها میگن که ما این دهه 80 اصلا حرف حالیشون نیست، اصلا هر چی کاری میکنیم نمیشه. میدونه با کی طرف هستش و به خاطر همینه که وقتی این رو اعلام میکنه داره تهدید میکنه. معلومه میکنه آخه جمهوری اسلامی اگر از همون موقعی که انقلاب شد اگه کشتار نمیکرد، که کشتارش هم بیشتر در واقع با کردستان و ترکمن‌صحرا شروع شده و جاهای دیگه، وقتی که اگر این کارو نمیکرد جمهوری اسلامی سر کار نمیموند. مردم جمهوری اسلامی رو سر کار نیاوردن و با کشتار جای پای خودش رو باز کرد. ولی یک نکته مهم اینه که همین رئیسی که بهش میگن آخوند قصاب، همین رئیسی نمیتونه اون اعداما رو بذاره. فکرشو بکنیم بعد از 3 ماه تونستن یک نفر رو اعدام بکنن. به نظر من دارن میسنجن اعتراضا رو. اگر اعتراضات بیشتر بشه، وسیع‌تر بشه و همونطور که گفتیم به مقابل زندان ها بره، نمیتونن بقیه رو اعدام بکنن چون این قدرت مردمه. در نتیجه اینها رو میگن به خاطر اینکه چیزی غیر از این ندارن. کاری هم که میکنن، من جهت اطلاعتون میگم، برخلاف گذشته به زندانیا میگن تجاوز بهتون میکنیم، فیلمش رو روی شبکه‌های اجتماعی میذاریم و عمدن حتی 1-2 فیلم رو پخش کردن که بگن ما میتونیم این کار رو بکنیم. اعترافات اجباری گرفتن، هر کاری میکنن مردم خودساش میکنن. اعتراف اجباری میگیرن، مردم بهش میگن شکنجه مستند. در نتیجه هیچی کار نمیکنه، به هیچ عنوان هیچ کدوم از اینا کار نکرده و نمیکنه. تنها روشی که دستشون زندانی رو، افراد رو بدزدن، دستگیر کنن و اونا رو اعدام بکنن که اینو باید ازشون بگیریم و فقط هم با اعتراض سراسری و اعتصابات وسیع کارگری به نظر من امکان پذیره. بله، سپاسگزارم رفیق شیوا. زمان برنامه ما داره کم کم به اتمام میرسه. اگر شما حرفی دارین که بخواین به گوش مردم معترض ایران، به خانواده های عزیزانی که عزیزانشون در بند هستن، به دادخواهان برسونید از تلویزیون ما، خوشحال میشیم. من فقط اولا خیلی ممنون از این واقعا، خیلی ممنون که صدای زندانیان سیاسی و خانواده هاشون رو دارین منعکس میکنین. من افتخار اینو دارم که هر جا رفتم صدای این عزیزان بودم، در واقع صدای این عزیزان رو رسوندم. خودشون صداشون شجاعه. من تأکیدم مجددا این هستش، از خانواده های عزیز خواهش میکنم، از دوستانی که این خانواده ها رو میشناسن و خارج از ایران هستن، از آشنایان، دوستان بازداشت شدگان، ازتون خواهش میکنم با ما تماس بگیرید و مشخصات عزیزانتون رو بدین. میتونیم به ما بگیم که ما نمیخوایم اسممون مطرح باشه و ما با کمال افتخار از طرف شما دست به عمل میزنیم. ولی این مهم هستش. یکی اینه که به نظر من اگر میخوایم محسن شکاری دیگه نداشته باشیم، به معنی اعدام دیگه نداشته باشیم، راهش اینه که سریعا این اسامی رو علنی کنیم، وضعیتشون رو بگیم. جمهوری اسلامی دروغ میگه، بچه شما نمیتونه سالم بمونه، محفوظ بمونه در حالی که مخفی باشه. این امکان پذیر نیست و نشده تا حالا. اخبار عزیزانی که از زندان آزاد میشن خیلی مهمه که برامون بنویسین. میدونم سخته، شکنجه هایی که شدین، در کجاها بودین، چه برخوردهایی باهاتون بشه که بتونیم اینها رو مستند کنیم. و حرفمو میخوام با این تموم کنم که تجمع در مقابل زندان ها، شعار آزاد، زندانی سیاسی باید آزاد گردد، باید در تمام اعتراضات شبانه و روزانه باشه، در تمام اعتصابات باشه. اگر بتونیم این کارو بکنیم، این یعنی این اعتراضات رو، این انقلاب رو یک قدم به جلو بردیم و این مهم هستش که بتونیم مثل سال 57 درهای زندان ها رو باز کنیم و عزیزانمون رو از اونجا نجات بدیم. میشه ازتون خواهش کنم اگه براتون امکان داره، خب این عزیزان چطور با شما تماس بگیرن؟ راههای تماستون رو اگه شماره تلفن هست یا هرچی از طریق تلویزیون ما اعلام کنید ممنون میشم. بله، ما یک مرتبا داریم این لیستی که داریم، عکسای زندانیان سیاسی و مشخصاتشون رو به صورت پوستر منتشر میکنیم. روی تمام شبکه‌های اجتماعی هستیم، میتونیم بزنین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یا اسم خودم رو سرچ کنین، تمام اینها میاد. شماره تلفنی که میخوام در اختیارتون بذارم هستش 2044 75 72 35 6661.
ولی اگر میتونین در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت اگر دسترسی دارین اسم CFPPI مخفف اسم انگلیسیمون رو یا کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو سرچ کنین، تمام مشخصات در تلگرام، توییتر، جاهای دیگه هستش. و ازتون خواهش میکنم شمایی که در خارج از ایران هستین شما هم میتونین کمک کنین. تعدادی با ما تماس گرفته بودن، گفته بودن که دوستمون زندانیه، دختر دوستمون در ایران زندانیه. اینها همه کمک میکنه. ما باید چشم و گوشامون رو باز کنیم و هر نوع اطلاعاتی در رابطه با زندان و شکنجه و اعدام هستش اینها رو سریعا بتونیم ذخیره کنیم، اینها رو مستند کنیم، نه تنها مستند کنیم، در کارزارهایی که داریم بتونیم به صورت فشار این فشار رو جمهوری اسلامی بیاریم و همینطور رو دولت‌های مختلف. و یه نکته دیگه من فقط سریع میگم، خیلی از عزیزان در خارج از ایران هستن، اینها اعضای پارلمان دارن، اینها در کشورهایی هستن که اتحادیه اروپا در اونجا اعضاش از همین کشورها هستش. اینها به شما نیاز دارن که بهشون رأی بدین، در زمان انتخابات به شما نیاز دارن. پس سعی کنید در محیط کارتون، چیزی که همین امروز هم تو تظاهرات گفتم، در محیط کارتون، مدرسه‌تون از آدما بخواید 5 دقیقه یک نامه به عضو پارلمانشون بنویسن و بگن که ما حمایت میکنیم از مردم، سفارت‌ها رو ببندین، دیپلمات‌های رژیم رو اخراج کنیم. فکرشو بکنین، هزار نامه به این دولت‌ها بره و از هر جنبه‌ای ما باید سعی کنیم این فشار رو بیاریم و اون همبستگی بین‌المللی رو برای مردم ایران تقویت بکنیم. بله، سپاسگزارم. منم از اینجا از بینندگان عزیز میخوام که اگر خواستن با شما تماس بگیرن میتونن از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیون ما هست با همون تماس بگیرن و ما قطعا آدرس های شما رو به این بینندگان، به این عزیزان حتما خواهیم داد. سپاسگزارم از حضورتون. رفیق شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی برای زندانیان سیاسی، همچنین فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، از اینکه وقتتون رو برای تلویزیون ما گذاشتین خیلی ازتون ممنونم. خیلی متشکرم. موفق باشین. به امید آزادی تمام زندانیان عزیز. و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. به امید روزی که ما شاهد این باشیم که هیچ زندانی سیاسی در بند نباشه، به امید روزی که مردم معترض، توده های آگاه و مبارز در مقابل زندان ها تجمع کنند و درب زندان ها رو بشکنند و عزیزانشون رو به آغوش خانواده هاشون برگردونن. به امید آزادی، به امید برابری. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گورخوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاده، شهر تاریکو دیدید. اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتون رو از بالا میریزید. دیدید چقدر فرق داریم، دوریم ازتون، بلیت نمیخواد دعوت منی تمتون. پسر برو تو اتاق، آقا رو نترسون، ایشون کهنه و پاره ندیدن، نه حتی از دور. قربان نظاره کنید، شما ستاره شدید، با کرسوی نور همینا که اعدام میکنید. شما با اشتباه رشد کردید، به جای توبه نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو، تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن، زندگی ندارن. بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن، ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن. بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گورخوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا
مبادا کی جرم وقتی کل دنیا از مردمش حمایت میکرد دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد به معترضا برچسب اغتشاشگر میزد به زندان کفایت میکرد نه جنایت میکرد بیشک ما رکورد زدیم ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت مرفه و فقیر تو اصل علم زن و واسه زیباییش میزنیم با ون پلیس میدوزیم ناکجا میبریم سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم دنیا تو مریخ و ما تو یه قهقراییم مرده هایی که باید تو فکر مرگم نباشیم چون حتی پول سنگ قبل و کفن و دفنم نداریم من آژیر خطر رو زدم تا گوشو بسوزه گرسنه هایی داریم که فرصتشون یه روزه اون لبه مرگ و بوسیده کجاست کی میدونه لااقل